اینجا لیسه تعلیمات خاص نابینایان و ناشنوایان است، جایی که محدودیت پایان راه نیست بلکه آغاز تلاش برای ساختن آینده روشن‌تر است. هر روز شاگردانی با انگیزه و امید وارد صنف‌های درسی می شوند. آنان شاید دنیا را با چشمان خود نبینند و یا هم دنیای پر از سر و صدا را نشنوند، اما با قلب و ذهنشان رویاهای بزرگ را دنبال می کنند. کتاب‌های بریل، فایل‌های صوتی و کلماتی که با حرکات دستان جان می‌گیرند، تمام اینها ابزارهایی هستند که مسیر آموزش و پیشرفت را برای آنها هموار می‌سازد. ما در دو دپارتمان داریم، بخش نابینایان ناشنوایان، دیگه بخش ناشنوایان زبان اشاره و فرهنگایی که در تخصص داریم از او استفاده می‌کنیم و در بخش نابینایان ما از ماشین بریل و سلیت استایلس استفاده می‌کنیم. ما وقتی که در مکتب آمدیم ما اصلا نوشته کردن یا خواندن حتی یک چیز از نمیفهمیدیم. ما وقتی که شامل مکتب شدیم با استفاده از سلیت، استایلس یا ماشین بریل رو حالی ما میتونیم که خط بریل نوشته کنیم و او را بخونیم. بعضا که ما کمی مشکلات ورق بریل داریم، فعلا ما درسای خود در یک از ریکاردها ثبت میکنیم. استاد که برای ما درس تشریح کرد یا خوان را ثبت میکنیم، باز بعد از اون او را میشنویم تا که او را یاد بگیریم. در میان اینها کسانی نیز هستند که با رویاهای بزرگتر زندگی می کنند و برای رسیدن به آنها تا حالا تا دوره لیسه مکتب خود را رساندند، یا هم از همین کودکی با همان رویاها بزرگ می شوند. رویاهایی که ثابت می کنند توانایی انسان تنها به اراده، پشت کار و فرصتهای برابر بستگی دارد. داینده آرزوی دارم که انجینیر شوم. اگر امکانات پانتون باشه میخوایم کوشش کنم پانتون برم و درس بخونم، کامپیوتر بخونم، علوم دینی بخونم، یک وظیفه داشته باشم. مسئولان در این مکتب میگویند که این مرکز بیش از 10 سال می شود آغاز به فعالیت کرده است. در این مدت 4 دور فراغت داشته که فارغین این چند دور به شغلهای مختلفی از استادی گرفته تا ترجمانی در مؤسسات معتبر این ولایت مصروف هستند. الحمدلله ما 4 دوره فارغ داده ایم در لیسه تعلیمات خاص. در 4 دوره مجموعاً 25 نفر فارغ داده ایم از ناشنوایان و نابینایان و در از هر دو بخش شاگردایشان مصروف شغل هستند. شاگردای ناشنوای ما زیادتر کاری آزاد میکنه، در بازار مصروف کار هستند، یا خیاطی میکنه یا نلدوانی میکنه. و شاگردای برجسته ما که ممتازترین شاگردا بود اونا اکثرا به حیث ترجمان در مؤسسات کار میکنه، 1-2 نفرشان و 4-5 نفر از فارغین ما و شاگردای نابینا و فارغین ما در مکاتب تعلیمات عمومی به حیث استادای رسمی مقرر شده‌اند. قابل یادآوری است که در این مرکز آموزشی بیش از 150 دانش آموز مصروف درس و تعلیم هستند که 40 تن آنان را دانش آموزان اوناس تشکیل می دهد و در تشکیلات این مکتب نیز حدود 24 استاد از بخش ذکور و اوناس مصروف استادی هستند.